خونه که میگه در وی میگه ذکری الله نباشد و صلوات نباشد. عزیزانی من صلوات گوین انشاءالله خدا خواهد. صلوات گفتن فرض است به محمد صلی الله علیه و سلم. نه یاد نبرو، فرض است. الله سبحانه و تعالی بینین در سوره احزاب آیت 55 چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. صدق الله العظیم. البته میگه خدا بینه این الله، البته خدا خودش محمد رحمت میفرسته میگه و ملائکه تمام فرشته های زمین و آسمان محمد علیه السلام چی میگه؟ صلوات میگن انشاءالله خدا رحمت میفرسونن. شما هم میگن ای مردم میگید صلو علیه و سلموا تسلیما، شما هم به محمد صلوات گفتنی بسیار از این فرض است. کجایی که نام الله میشنوی البته جوابش واجب است که جل جلاله گویی. یک بارش واجب است، تکراری جوابش با سنت است. بزرگان اسلام یعنی یک بار نام الله که شنیدی جل جلاله گو، نام محمد شنیدی صلی الله علیه و سلم گو. این یکمش واجب است، بعد این تکرار سنت است. عزیزانی من روز میگه محمد به صحابه شیشتگی بود، جبرائیل امین برادری محمد علیه السلام میگه اومد و چنان میگه به یک نظری عجیب میگه محمد نظر کرد، میگه نظری عجیب کتی. رسول الله عجیب حیران شدن اینقدر به یک نظری عجیب من نگاه میکنه. گفت یا جبرائیل چی گپ است؟ گفتن میدانی الله همین خیلی من قدرت دادگی است که اگر بخواهد تمام آبهای بحر حساب کرده میبرم، 1 2 3 4 قطرشه. اگر خدا خواهد قدرت بتید تمام برگ درختای رو دنیا حساب کرده میبرم. لیکن کدام امتی تو که یک بار بر تو خدا خواهد صلوات گوید و من حساب کردن نمیتونم. امام بخاری روایت حدیث است. عزیزان من ببینید ما یک مرتبه به حساب و کتاب الحمدلله پیامبر صلی الله علیه و سلم ما و شما را خدا خواهد ادوکت میشد روز قیامت، شفاعتگر میشود. پیغمبر کسی را شفاعتگر است که او در جاده پیغمبر است. عزیزان من روز قیامت ما دهر میمونیم در پیشگاه الله. از این گناهی که امروز داریم شرم نداریم، به ناموس شدیم که لک گناه داریم، که پیش الله میریم، آخر عاقبت نزد محمد میریم صلی الله علیه و سلم. تمام بنده پیش آدم میرفتن آدم جان تو پدری ما بودی، امروز ما را دستگیر کن. میگفت من شرم میدارم از الله که من در جنت گندم نخور. گفت خوردم رانده شدم، امروز ناموس میکنم پیش نوح بره. خلصی کلام آخر پیش محمد میآیند، چون که محمد صلی الله علیه و سلم یگان خطا کردگی نیستند. الحمدلله دوستداری امت تابوت زنده حبیبی ودود در غمی آسیانی امت بود. وقتی رفتن حبیبی آزاده امتی 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 گفته جان داده. همه پیغمبر ها نفسی میکن، لیکن محمد امت میگفت است امت. وقتی رستاخیز شود آغاز امتی گفته خیزد باز. روز قیامت یک محمد میخیزد صلی الله علیه و سلم. همه پیغمبرها و نفسی، لیکن محمد و امتی گفته میخیزد. عزیزانی من بینید وقتی میگه تلخی جان دید گفت با پروردگار عرش مجید. وقتی جان کندن شد میگه خدا ناله که گفت که ای گفت الله چی سختی که هست گفت با جانی من کن، لیکن رحم کن امتا ما. گفت من چقدر میتونی جان ما با سختی بگیر عزرائیل، لیکن چی که گفت انشاءالله خدا خواهد امتا ما. گفت غم شخر کسی نماند در گرو که
چونین دار سیدی پیش رو انشاءالله پگه در قیامت در گران میمونی. انشاءالله خدا خواهد پگه کی داریم؟ ما چونین پیشوا داریم، ما چونین انشاءالله رهبر داریم در دو جهان. سروری ما و شما محمد صلی الله علیه و سلم است. عزیزان من صلوات نمو. رسول گفت شب معراج بود، گفت پیش خدا رفتم، جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزراییل 4 فرشته مقرب نزد من اومدند. گفتن محمد صلی الله علیه و سلم. جبرئیل گفت میگن ای محمد، کسی که گفت از امتی تو گفت تو نگفت 10 مراتب صلوات گوید. من گفتن حضرت جبرئیل از 10 گفته، گفتن از پل صراط میگذرونم اگر 10 مراتب به صلوات گوید گفتند. حضرت میکائیل گفت ای گفت محمد کدام امتی که گفت برای تو گفت 10 مراتب صلوات گوید، من از حوض کوثر سیرابش میکنم. حوض کوثر چیزی است که انشاءالله کسی که از او آب می نوشد هرگز تشنگی انشاءالله قیامت نمی بیند. این مخصوص برای محمد است. استعیذ بالله انا اعطیناک الکوثر. خدا میگه ای محمد تو دلگیر نباش، من برای تو مخصوص حوض دادم، مخصوص آب دادم که این آب کوثر است. این مخصوص برای محمد است. از این آب گفت من سیرابش میکنم. حضرت اسرافیل گفت کسی که گفت برای تو گفت 10 مراتب صلوات میگوید، من گفت سر به سجده میمونم، گناه همون امت میپرسم تا الله گفت مغفرت میکند، سر از سجده نمیبردارم به خاطر خودت ای محمد صلی الله علیه و سلم. بین عزیزان من حضرت عزرائیل چی گفت؟ عزرائیل گفت ای محمد کسی که 10 مراتب بر تو صلوات میگد جانی و مثل جانی پیغمبرا میگیرم، عذابش نمیتیم. این جان دادن آسان نیست عزیزان من. ما خیال میکنیم که جان پوف میکنیم میبراید. این جان دادن بسیار سخت است، بسیار دشوار است. ادریس سوال دادن جان چخل دادی؟ زنده به زنده امروز در جنت است. گفتن یک مال زنده به زنده پوست میکنی چخل عذاب است، همچنان جان دادم. حضرت عیسی بچه نوح، حضرت عیسی زنده کرد از خواب، خیزاروندش از خاک. اومدن قومای بین عیسی گفتن که کنی بگو تو گفتن امروز 100 ساله 50 ساله مردار را زنده میکنی، تو پیغمبری برحق باش، ما یک گور میدونیم 4000 سال دیگه است کنی هوا. گفت کی رگه گفت پیش قبر رفتن میگد دعا کرد حضرت عیسی علیه السلام، گفت کن به اذن الله، با اذن خدا بخیز. گفت بچه نوح گفت میگد از خبر خیز، میگد 4000 سال دیگه، میگد سر سفید شدگی. گفت که بنابی در زمان شما گفت حضرت عیسی سر سفید نبود کو این سرت از کجا سفید شد؟ من خیال کردم که قیامت خواهیم شده، لیکن میدان عیسی گفت 4000 شدم حالی تنخیل جان از دهنم رفتگی نیست. یاد نبرار عزیزی من، خواهی که جان تا مثل جان یا انبیا و پیغمبرا بگیره، محمد نه خدمت که انشاءالله خدا خواهد صلوات گو هر دائم انشاءالله خدا خواهد زبان تا انشاءالله خدا خواهد ترک کن. به صلوات نمازت قبول نیست. یاد نبرار کسی که نماز میخواند صلوات نمیگویی خدا قبول نمیکند نماز. صلوات این پاره کننده پرده های بین الله و بنده است. بین ما و شما پرده ها می شود، این پرده ها را نصف میکنگی همون صلوات است انشاءالله خدا خواهد. برای بین حتی بین الله در قرآن صلوات، در نماز صلوات امر شدگی است یا نمی؟ ولی در نماز کاری دنیا نیست. لیکن ما چی میکنیم؟ اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم. این حال در دنیا در نماز دنیا را پرسیدن نماز فاسد میکنه، لیکن ما محمد در نماز چی سنت شد. امام شافعی میگن واجب است که میگه در نماز باید که صلوات خونده شود. نماز واجب گرفته که امام شافعی. الحمدلله ما و شما مذهبی امام اعظم سنتش کرد. حتی ببینید در همه حالت کجای نام الله هست محمد وجود دارد یا نمی؟
آدم علیه السلام وقتی که بنا شد جان در یعنی چشماش رسید، یک بار عرش دید که در بالای عرش نیستگی است لا اله الا الله محمد رسول الله. گفت خداوندا میدانم که نام اسم ذاتت است، الله هستی تو، این کی است این محمد؟ گفت این گفت حبیبی تو، این بچه تو. گفت محمد است. گفت من میخوام که همون محمد ببینم. گفت این کی می آید؟ گفت که این در آخر زمان پیغمبر می آید. من گفت من یک صورت چه بینم؟ گفت همین چلیکای ناخونات بین. میخیل حضرت آدم مشاهده کرد، حضرت الله نورین روی محمد صورت چه نشان شد. حال بعضی ها بوسه میکنن، این بوسه جاری نیست در شریعت، لیکن آدم علیه السلام میگه بوسه کرد و چشماش نمالید محمد، بس صلوات خوان شد. میگه بینین در آن دم که دمی در آدم دم بیدید در قفایش نوری خاتم، بگفت من هؤلاء یعظمونی، گفت نوری مصطفایی ندارد سالها از تو جدایی، با تو فرزم بر ما حبیب است، به درد آخر امت طبیب است. ای آدم گفت این بچه تو است؟ میگه حبیبی من است. گفت انشاءالله آخر زمان در امتات این طبیب بشه، این انشاءالله خلاقت روز قیامت شفیع میشه و گفت امتاشون طبیب، همچی یک ورچ، همچی یک انشاءالله متخصص امتاش گفت چیکار میکند؟ این انشاءالله خلاقت گفت دستگیری میکند. عزیزانی من محمد چقدر خدمت کنه میزبد. کسی که محمد دوست دشمن میداری کافر هستی، کسی که محمد دوست نمیداری در دلت مهری محمد نیست، زبان تا نران در بالای وی. ببینین حضرت شاعر که از خجالت آب میگردد وجود، میگه از محمد رنگ و بون نداری، میگه من آلام بر او، میگه زبان ریختن نلال در کار نیست، میگه نداری زبان تا نکشا خلاقت انشاءالله. دوست داری از مادر دوستش نداری، از پدر دوستش نداری، از زن و فرزند و از جان دوستش نداری، مومنی کامل نمیشه. حضرت عمر گفتن که محمد من تو دوست میدارم. از چه گفتن؟ انشاءالله از مال من، از زنام، از فرزندام، همش گفتن مؤمنی کامل نشدی تا که جان تک استثناء کردی. گفتی که از جانم هم نگفت، گفت از جانم دوست میدارم، حقیقی مؤمن شدی. بس ای عتتنا بلند میداریش، ای همه دنیا بلند میداری محمد صلی الله علیه و سلم. انشاءالله خدا خواهد در این خدا خواهی که در خاندانت برکت رایت صلوات بسیار گو انشاءالله، هر شب صلوات گو انشاءالله خدا خواهد بای میشوی، کم بغلی در حیاتت نمیبینی. کدام این حقیقت است، کدام در اینترنت دیدم این حقیقت است خدا خواهد. یک آدم قرضدار میشود، بسیار به قرض غوطیده میرود، بسیار قرضدار میشود، علاجی برمدن نمیکنه. از زنش میگه بیا امشب یک بار خدا خدم محمد صلوات گیم. صلوات میگن به همون صلوات خدا خواهد خوابش میبرد، در خوابش پیامبر علیه السلام میآید. دیدن حق است، دیدن الله انشاءالله خدا روز من صحبت میکنم در این باره. دیدن الله، دیدن محمد در خواب حق است عزیزان من. کسی که گوید که من اللهت میشم با تو هم صحبت شود انشاءالله بخت تو. اگر گوید که من محمد هستم، من پیغمبر تو هستم، انشاءالله خدا خود بخناکترین انسان هستی. چون در صورت الله، در صورت شیطان، در صورت محمد ملعون شیطان دور مونده نمیتوند عزیزانی من. اگر در خواب دیدنی الله حق است، در خواب دیدنی انشاءالله خلاقت محمد صلی الله علیه وسلم حق است عزیزانی من. گفت بنده قدر غمداری امتم چی گپ است؟ چی کار کردی؟ گفت قصدار شدم. گفت سحر میخیزی، گفت پیشی فلان آدمی بای میروی، پیش میروی از نامی من سلامش میگویی. بگوش گفتن که هر شب به من صلوات میگفت، دیشب صلوات از یادش برآورده همین امانت بگوش. گفت خدا خواهد الله سبحانه و تعالی این قضیه تا خلاص میکند. پیش همون پادشاه میرود، میگه بیا خدمت. میگه امشب من محمد خواب دیدم، چی خدمت داری؟ میگم من قرضدار شدم محمد صلوات گفتم، همین شب در خواب یک گپی امانت برای خودت گفت. بس گفت یک خلطه تیلاش میتیه. با چی بود؟ میگه همین شب محمد در خواب دیدم یک امانت گفت.
شد میگه خلاص کلام سه خلطه تیلاش میتید گو میگه دیشب برای صلوات گفتن عیاد برآورده من صلوات فایدهش انشاءالله الله سبحانه و تعالی از کریزیس از انشاءالله قشاقی ها انشاءالله خدا خواهد از قرض الله سبحانه با توفیل صلوات نجاتش داد انشاءالله خدا خواهد حتی صلوات که خدا از جای رزق میتید که در گمان نیست یا استغفار که انشاءالله خدا خواهد از جای خدا میتید که در گمان نیست چون که الله راضی میشود الله همیشه برآورنده حاجت ما و شما است عزیزان من از الله ترسین انشاءالله خدا خواهد در یک کدام خانه که میگه در اون خانه انسانایی که خدا پرست نباشن یعنی مرده ها را یا اینکه انشاءالله خدا خواهد حیوانات را پرستش میکردگی آدم ها یعنی به خدا شرک میوردگی آدم ها در خاندان باشد فرشته های رحمت اونجا نمیدرد عزیزان من یعنی ما و شما باید که فقط یگانه تکیت گاهی ما و شما الله باشد انشاءالله خدا خواهد امروز شرک ها غنک است امروز شرک ها در خانه های ما و شما امروز وجود دارد این شرک ها را از امروز عبارت اگر حقیقی مسلمان باشی از الله ترسی میکنی و تقه نوام شرک است تقه زده بختم میاره گفته شرک خانت نخواه کشال کرده شرک امروز با ما داشته کنای و دیده کنای ترکیه ها را دیده هر یک کوچه در دردنده یک شده قلف را کشال کرده این شرکه چیکار میکنه قلفر تا چیکار میکنه قلفر پرست باش یک الان قلفر را مونده سجده کردنگی شرک و غنه کسی امروز کسی که خانش نخدا خواهد انشاءالله همچنان عملها اجرا میکند بجوز خدا تکیه به مخلوق میکنی مشرک هستی من خدا چی میگد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سوره نساء آیت 48 برو خوان بعد اگر باور نکنی ان الله لا یشرک ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء کسی که به خدا شرک میاره و یا خدا گناه نمیگذاره و یغفر ما دون ذلک بغیر از این همه گناه میگذره عرق خوردی توبه کن زنا کردی توبه کن دزدی کردی توبه کن فالبینی کردی توبه کن آدم کشی کردی توبه کن قمار بازی کردی توبه کن میبخشد نه که الله نه شرک کردی نمیبخشد آره نشو دو دنیا میسوزد آره نشو خدا نمیبخشش کسی من امروز خریستیان ها برای چی مشرک شدن چون که عیسی بچه خدا گفتن برای چی یهودا روز مشرک شدن عزیر بچه خدا اعلان کردن ای دوستم میفته که ما خدا دوست میداریم این خدا دوست داری نیست خدا را دوست داریش 5 وقت نماز است خدا را دوست داریش یک ماه شریف رمضان بس پدریف میگیری تا مردن تا زکات میتی حج میکنی عرق نمیخوری زنا نمیکنی چیزی که فرموده میکنی ناهید کرده نمیکنی بعد تو بنده خدا میشوی